بسم الله الرحمن الرحیم. درس دهم تجوید. ما در این درس می خواهیم که حرکات حروف عربی را شرح کنیم. خود این جدول شما می بینید که ما یک سه کالم جور کردیم. یکیش فتحه است، یکیش دمه است، یکی کسره. که نمی فتحه، دمه، کسره ایره به نام حرکات حروف میگن که هر کدام از این یک حرکت حساب میشه. در کالم فتحه ببینین ما علاوه از این که رنگ سیاه داریم، بعضی از حروف به رنگ آبی است که حروف مفخم است، حروفی است که پر تلفظ میشه، مثل خا، مثل صاد، مثل داد، مثل طا، مثل زا، مثل غین، مثل قاف. اینا حروف مفخم هستند که یا بسیار در وقتی که ای در فتحه حرکت داده میشه بسیار متوجه باشیم که درست تلفظش کنیم. و در کالم دمه تنها را در دمه است و در می کالم فتحه اگر متوجه باشین ما حرف را ام آوردیم به فتحه. را در فتحه و را در دمه مفخم خوانده میشه و را در کسره رقیق یا نازک خوانده میشه. خب این را باز پسانا زیادتر سرش بحث میکنیم. حال فعلا همه قبول فهمیم که ما فعلا کلی را میخوایم که یک بار به دستان بدیم، بعد از خودتان میتونین که زیادتر تحقیقات کنین و زیادتر پرکتیس کنین، زیادتر پیدا کنین. هدف ما از این جدولی است که ما تلفظ حرکات دمه و فتحه و کسره حروف یاد میگیریم و اینمی حرکات تلفظش بالای حروف قرآنی ما تطبیق میکنیم و نباید این از این جدول خارج شیم. اگر از این جدول ما میبراییم معنی از این است که ما به عربی تلفظش نمی کنیم، یا به فارسی تلفظش میکنیم، یا به دری تلفظش میکنیم، یا به پشتو تلفظش میکنیم، یا به یک زبان دیگه تلفظ میکنیم. خب مهم امی است که باید خود اینمی فتحه و دمه و کسره نظمی خود بگیریم. اکثریت افغانا در کالم فتحه و در کالم کسره مشکل تلفظ دارن و دمه مشکلات ندارن. خب میریم سعی کنیم که چی رقم تلفظ میکنیم. سعی کنیم ا او ای. الف کسره من ای تلفظ کردم، ای انگلیسی. با بو بی. بای کسره من بی انگلیسی تلفظ کردم. تا تو تی. تای عربی را ما در کسره تی انگلیسی تلفظ کردم. خب ثا ثو ثی. جا جو جی. ح حو حی. در سر خا، حرف خا که آمدیم، خا را خود گفتیم که حروف مفخم است، میبینید رنگشان به آبی رسم کردیم. نامی از این حرف که هست خاست. خا یک کمی دراز زیاد یک مد داره خا، اما وقتی که تلفظش میکنیم در فتحه میشه خا خو خی. د دو دی. ذ ذو ذی. را رو ری. ز زو زی. س سو سی. ش شو شی. ناله دا صاد، دا داد، دا تا، دا زا، ای ارچار از این مفخم هستن، دا فتحه میشه سا سو سی. دا دو دی. تا تو تی. زا زو زی. دا عین که آمدیم، عین حرف مفخم نیسته، نرم هسته. این فقط میخوانیم که ا او ای. غین که هسته این مفخم هسته، میشه غا غو غی. ف فو فی. قاف. در سر حرف قاف که آمدیم این بسیار متوجه باشین که قاف از جمله حروف مفخم هسته و ای تلفظی از این که هسته بالا خوانده میشه، مثل غا، مثل خا. میشه قا قو قی. کا کو کی. لا لولی. مامومی. نانونی. خب و ها هو هی.
دیگه من جدول پوره کردم. انشالله که شما اینو میره پرکتیس میکنین. یک چیزی که من برای شما همینجا یک مثال براتون بدم، اگر شما متوجه باشین، من همیشه وقتی که در شروع درس میگم بسم الله الرحمن الرحیم. شما خوب متوجه باشین که من بای بسم الله را من بی انگلیسی تلفظ میکنم. از همون خاطر من بسم الله میگم، میل میمام کسره میل میگم. بسم الله الرحمن، را میگم رحمن الرحیم. متوجه شدین حاله که من چرا این رقم تلفظ میکنم؟ به خاطر که امی بسم الله الرحمن الرحیم ما در این مابین جدول است، از این جدول استخراج میشه صدا. خود در دست راست سوالا اینجا یک چند تا حروف ما آمادیم، ببینید که چه رقم تلفظ میکنیم. بعد از باز ما و شما مجبور هستیم که در آینده بسیار پرکتیس کنیم، چرا این حرکات و تلفظات حروف عربی و قرآن خواندن با تجوید، با ترتیل و با مخارج حروف، این بسیار پرکتیس کار دارد. حرف لغت اول اگر ما به دری تلفظ کنم این خبیث است، خبیث نه. اگر ما ایره به عربی تلفظ کنم و به قسم اینمی چیزایی که در حرکات ما انداختیم، این حرف خا است. خا وقتی که فتحه داشته باشه خا میشه خبیث. خبیث. ربنا را بلند خوانده میشه، پر خوانده میشه. ربنا اکبر. میبینید آخر من دانخته پر میگیرم. الله اکبر پر گرفتم. متوجه باشین که وقتی که ما نماز میخوانیم الله اکبر بگوییم، الله اکبر نگوییم. و از پیش بعضی مردم امی رایش لرزه میگیره، مثل این رقم الله اکبر، این غلط است. ما چی رقم باید بگوییم؟ آخر را پر بگوییم. الله اکبر. اللهم ربنا. وقتی که شما بعد از تشهد و بعد از درود اللهم ربنا آتنا میخوانین، این باید ربنا نخوانین، ربنا. خب لغت دیگر رو ببینین که من قبلا براتون گفتم. این از الرحمن میشه سعی کنین من میخوانم، ما نمیخوانم، من میخوانم. الرحمن رای الرحمن ما را میخوانم. الرحمن. و دیگه اش که هستم ایره اگر در فارسی بخوانید میگین غیر الحساب. غاین که هست حروف مفخم هست، این غا خوانده میشه. و را که هست کسره داره ری خوانده میشه. و حساب و ها که هست کسره داره در حساب حی خوانده میشه. نه میشه غیر الحساب. آخر به استاد میکنم اما قلقلیش میکنم، باونس بک میکنم. بازی پسان میم. حال مطلب میگم ما سر حرف دنمی غیر الحساب، ما سر حرف غاین فشار میندازم که متوجه باشین. و سر حرف رای کسره و سر حرف های کسره. خب و آخرینش که است ما در فارسی را میخوانیم قیوم، اما در عربی این ما گفتیم که قاف از جمله حروف مفخم است و قاف تلفظ فتحش میشه قایوم. خب امید است که شما این درس دهم متوجه شده باشین و این بسیار مهم است. حتی خوب قاریاره که شما تلاوتش و تلفظش شما اکادمی جدول پرتین، ببینین که تقریبا 50% تلفظایشان اشتباه است. دیگه در درس 11 ما راجع به مد اصلی و مد طبیعی راجع به زو بحث میکنیم. آهسته پیش بریم و
پرکتیس خود قوی کرده میریم. انشالله روز شب که جدول بر ما همه طور دمی ذهن ما همین تا که کس بگه ا ای او کلش بفهمیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.